درس نوبتی از Microsoft Word Office. من شتابی که من کشیدم امتحان میکشید لیستی نو رو در اینجا مسشتاب هست. مسشتاب را دور نزدیک کرده میتونه بگذار باشد همین طور برای من удобно شدنش، یعنی کامفورت شینام فورام شدنش و همین طرزی چی رو مسشتاب رو انتخاب میکنم. شما میتونید به طور خود سال دورتر کنید، سال نزدیکتر کنید. اینک درس نوبتی شناسایی با Microsoft Word Office در вкладке главный. در вкладке главный با این فункция اولتر چی شناس میشویم. این فункция چی رو میفهمد؟ жирный курсив چارت کنید، یعنی قوس‌تر کرسی یعنی یانبوش کردگی چارت کنید. در تگش چی خط کشیدگی. این شریفت یعنی شریفت چی گوناگون طرزی نوشت. این حجمی نوشت یعنی کلان خورده آن. بگذار برای مثال میبینیم. نام یگان کس رو مینویسیم. عالم جان شریفوف فرض کنیم همین نام باشد. عبداللهیچ باشد. عبداللهیچ فرض کنیم همین رو ما چیکار میکردگی؟ شریفتی کلان میکردگی میگردانیم به 18، میگردانیم به 20، میخواید 24، میخواید 26، میخواید 28 طرف کلانتر میشود. فرض کنیم ما اومدیم به 28. انا شریف 28 شد. اگر خواهیم در اینجا دیگر میکنیم اندرنورید الرگان بی خاصا ما تنز رو میکنیم چون کنیم ویبار میکنیم. انا کنون سرخ میکنیم. انا سرخ باشد. انا سرخ کردیم. سرخ کردن از همینجا ویبار کردن رنگ، ویبار کردن رنگ کبود یا سرخ یا سبز. ببینید از این وابسته چی دیگر میشد. خب خواهید سرخ میکنید، خواهید ویبار میکنید، سبز میکنید و بگذار باشه سرخ. انا ویبار کردیم. اگر خواهیم که ما همه را چیکار میکردیم؟ یانبوش میکردیم. انا یانبوش کرد. اگر میخواهیم که بعد تگش چی خط میکشتگی ویدیولید میکنیم با موش، یعنی با موش زیر کرد استفاده کشال میکنیم، یعنی با موش از طرفی چپ هم میشود از طرفی راست هم میشود. اکنون بگذار باشد چی چار کنید در تگش خط کشتگی بگذار باشد هم ژیرنی. اکنون میخواهیم که همین فунکسیون رو نصب کنیم. از یک با گشته به با موش زنیم، با موشی کامپیوتری چی میشد؟ خط کشتگی گم میشود، کرسی گم میشود، ژیرنی پیدا میشود. انا بازنیم با ژیرنی چی پیدا میشود؟ بازنیم با ژیرنی گم میشود. فرض کنیم میخواهیم همین فقط کرسی میکردیم، کرسی رو زنیم کنیم، کرسی شد. اکنون با گشته زنیم گم میشود. اگر همین چارت در تگش خط میکشتگی باشیم چه رو زیر میکنیم، چه در تگش خط کشتگی چه پیدا میشود. گشته زنیم چی گم میشود. اکنون خیلی شناس شدیم با این فунکسیا ژیرنی کرسی و چارت کنید. با نمود شریفت شناس شدیم، با اندازه شریفت شناس شدیم، زیاد کردن کم کردن، با رنگوانیش شناس شدیم. اکنون شناس میشویم با نشان دهنده رو در پایین نگاه داشتن. چطور؟ فرض کنیم ما از روی عملهای اریتمتیکی میخواهیم که نشان دهنده کوادرات باشد. فرض کنیم x کوادرات باشد. برای این x دو رو مینویسیم. میخواهیم که این دوی ما در کوادرات در نشان دهنده بالا باشد. برای این کار آسان است. دو رو ویدیولید میکنید و این نشان دهنده بالا میزنید. ببینید x کوادرات بالا شد. بعد با گشته میزنید، با گشته حالی خودش شد. انا پیلوس باز y رو میگیرید. فرض کنیم y رو گرفتید، دو رو میزنید. اگر همین دو رو میخواهید که شما نشان دهنده بالا بغلطد زیر میکنید، نشان دهنده x دو رو دو در بالا گردید. اگر در اینجا نویسید رفته هم گرد، بنابراین در اینجا نمی نویسید، کار میکنید و گشته همین رو زنید، همین فунکسیا گشته چی گم میشود. فرض کنیم برابر است 25. اکنون ویرگول. اکنون فرض کنیم میخواهیم که نشان دهنده چی پایان با غلطد. این وقت x رو میجخیم. فرض کنیم x کلان باشد.
3 رو میجیغیم، بگذار y رو میجیغیم، با 3 رو میجیغیم برابر چی باشد؟ 75 باشد. اکنون میخوایم که همین دو نشان دهنده ها پایان بغلتر، این نشان دهنده پایان خط. برای این خیلی برای این با موش زیر کرده وی دیلیت میکنید، یعنی وی دیلیت به معنای همین چیز رو فرا میگیرد. با موش زیر کرده نشان دهنده رو با پایان زیر میکنید، با پایان غلطید زیر میکنید، با نشان دهنده با پایان غلطید. طرزی نیش همین طور است. اکنون همین رو زنید گشته با جای حالت خودش بمیاید. تکرار حالت خودش باز تکرار میکنم با حالت اول. این بود یک درسی نوبتی درباره شناسایی در میکروسافت اوفیس با فونکسیون ژیرنی، کورسیو چاکنیتی، با نشان دادن پایین بالون، با رنگ کردن برای وی دیلیت میکنید. کدام رنگ را خواهید ویبال میکنید با رنگ و اندازه شریفت نکران خود کنیش و با نمود شریفت، گوناگون کردن شریفت کدامش رو خواهیم میگیریم. ببینید هر خیلی شده ایستاده است. خواهیم دیگرش رو خواهیم، اینش رو خواهیم. دیدید وابسته به انتخاب من شریفت هر گونه گوناگون شده ایستاده است. ببینید اینطور فرض کنیم اینطور. ببینید همینطور نبار کرده ما با طرز دلخواه با کدام شریفت با کدام اندازه انتخاب کرده شریفت ها را چون کنیم می نویسیم. اینک درس نوبتی ما به آخر رسید. خدا حافظ.